د 15 آذار سال 2011 ده گل سوریه به همو پیکاتین خوفه داکتن کولانان و شورش لدجی رژیم بعث را کرد. لباجار درعه کو بلاندکا شورش تین اسکرن دست پیکر. روش بروش برفرهتر بو لهر پارزگه باجاروک و هر گندکی گل سوریه خواکرن یک لدجی رژیم اسد یا کوج سال 1963 ده لسر دسالتداریه و بانگ هلوشاندنا و رژیمه کرد. لروجاوای کردستان جدیری که تابع افرین هروها لطاخن کردی لحلبه مینا شیخ مقصود اشرفی و بستان باشه سرباری لطاخن کردی لشام پایتخت سوریه وکو زور آوا و رکن الدین و هن تاخندن کردان خوالشون شورش نهشتن مل بمل لگل باجارن دن شورش دست پیکر و بسلوگان کردی و بهلدان آلا کردستانی لدجی رژیم سوریه راوستیان. جبر کو رژیم سوریه بجارده شر هل بجارد بگوله تانک و بالافران لهمبر خوبشاندران سرداری کرد به چه شوی به هولا ومراندن آگر شورش دا دستک و ناندوزین خواهیم بناو شبیحه داخستن کولانان کمکوژی انجام دان. لباجارین کردی جی جبر بشداریا بهیز یا کردان کل باجار عمود پیکر حافظ اسد هات هلوشاندن و سیم هفتیه بناو اینا آزادی لسرانسری سوریه شورش بردوام کرد. رژیم سوریه کوبریجی از مناخوا به کردان ده سال 2004 دما راپارین ده هیه و پشتراز بو کو کرد کارن پیوانان بگوهرینن و رژیم بشکینن لوما برکفتنه که باجارین کردی را دستی پکه کرد. داکو به همان ارکرابن و نهلبن کرد برداوامی د بشداری خوا د شورش هلوشاندن رژیم دیکتاتور ده بکن. پکه جدما دسالتداری ورگرتیه به همان کاری که رژیم سوریه انجام داده بجی کرد. رژیم را بو پشتوان لدیجی اپوزیسیون راوستیا و لگلک دوران وکو نبل زهرا و کاستیلا و هند دورندن نهشت رژیم لاواز بکوه. لسر آستا هندورین جی دست به آرمانج کرنا سیاست مدار چالاکوان ایلو مالباتین لدیجی رژیم یند دورین خدا به باندورن کرد. هروها جیان سیاسی تنکر و دست به آلیگر و اندامین انکسی و پدکسی و کسین لدیجی رژیمه کرد. کوتانها به دهان کمکوژی درماف مالباتین ولاد پارێز و سیاستمداران ده انجام دانه. هروها بصدان جی سیاستمدار رواندنه بنچاف کرنه و سرگون کرنه. تانها جی به دهان جی خباتکاران چارانویسا وان ده زندان پیده ده ندیاره. انجامن بجارده شر یا کجارگه ها رژیمه او بو کو به میلیونان جشینین سوریه پنابرو در بون و باجار و گند به تمامی هاتن هلوشاندن و روخاندن لسر آسا روجاوای کردستان جی جبر کریارو بن پیکرنین پگکی و ریوبریا پیده و سیاست شاش بشک مزن جهرمین کردی وکو عفرین سریکانی و گرسپی رادسی ترکیه بون لباجارن دنجی جیان آستان کر و گوهرتنک دموغرافی چه کر خلکن دوری جی کریارن رواندن آزاروکن خواه و آستان کرنا جیانه بری خودان در وی ولید لشون آوان ده جی عرب و پیکاتین دن بجیبون. پشتی 11 سالان جی شورشا سوریه جبر کریارن رژیمه بصدان جی کومن تندره و تروریست هاتن میدانه اپوزیسیونا سوری جی بجوه گنه بیپار نمایا. ده چارچوفه 11 سالان ده نکاری بود دنگ گل سوریه بگینه جیهانه و چاره سریه که راستقینه ببینه و خواه وکو شونگر یانجی بدیل بده ناس کرن. بروواجی ویه که کار سر برجواندین خواه کر لشونا یک قواره و لاشک سیاسی و لشکری هبه بصدان کوم گروپ و دسته هنه. هنجی کجارگه ها سوریه و باندورا وی لسر هر دوره که بردوام دکه.